امنیت 100% اپل آیدی بچه‌ها. این روزا که میبینید یه سری میگن فایل‌هایتون رو قطع کنید، یه سری میگن سر وی پی ان که اکتیویژن لاک میشید. دو سه تا نکته خیلی کوچیک رو بهت میخوام بگم تا آخر با من باش، یاد بگیری که به راحتی امنیت اپل آیدی 100% بکنی و دیگه هیچ جوره نگران اکتیویژن لاک شدن و بایپس خوردن گوشیت نباشی. بچه نکته اول که خیلی مهمه اینه که باید به ایمیل اکانت اپل آیدی و آیکلودتون دسترسی داشته باشید، یعنی پسورد ایمیل رو داشته باشید. پس اپل آیدی کارتی به هیچ عنوان خریداری نکنید. سه تا سوال امنیتیتون رو حتما باید داشته باشید بچه‌ها. واسه ریکاوری اکانت سه تا سوال امنیتی خیلی واسه شما اهمیت داره. و آپشن بعدی اینه که موقعی که اپل آیدیتون رو دارید لاگین میکنید یا ازتون سوال امنیتی میپرسه، یه دونه سوال میپرسه به عنوان اپل آیدی سکیوریتی که این گزینه واسه اینه که امنیت اکانت شما رو بیشتر کنه با آپشنایی مثل گرفتن شماره، گذاشتن تو فاکتور. به خاطر اینه که ما اپل سرویس نمیده تو ایران، ما یا شما نباید اونو کانتینیو رو بزنیم. حالا شما تصویر رو دارید میبینید، باید آدر آپشنز رو بزنید و گزینه دونت آپگرید رو بزنید. در این صورت هیچ جوره اگه این دوتا نکته رو رعایت بکنی هیچ جوره اکانتت اکتیویژن لاک نمیشه. خیلی مخلصیم، امیدوارم این پست به دردت خورده باشه عزیزای دل.